خلیفه. دهان تو چی داره؟ دادن مامان ایچی نخورم خلیفه. چه به چهار نون میخورن تو به اینجگاهی؟ ها؟ اینجگاه چکار میکنی؟ چه در این لغمی بینیه یه. دهان خواه کو؟ کی؟ دهان خواه کو؟ کی؟ دهان خواه کو؟ گیلا تو یک هفته میشه اینجگاه بیامیدی خب هر روز که میام به چهار میگن گیلا خب میندازه باش به خونه اینه اون ور میداره میوه خوش ور میداره چی ور میداره حتی به کیسه ها هم میکنه نه آخه تو گفتم میزار تمیز تو این را کجا بردی؟ غامیه. غامه اینو میته بزنم به پینک تو که خستی و اخوش تکذه ببینیشه خلیفه کجی گفتن که کیشا خود بخور. نه کشیم با عمر پیار که تو نظرم بدیده بودی کجی گفت خلیفه. عجیب بود نه کجی؟ مغز جوزی که کیلو 600 روپیه کجی به من یاد داده. کجی به تو یاد داده؟ گفت قمان امر داره جلدان امر داره. من نمیفهمیدم. کلان تو من میفهمونم کجی همه کیسا خود دیشب کم کرد تو از اون خودی هم رخصت میکنم بیری کو کلا حرکت که تو به درد من نمیخوری بیری کو پیشوند بیری کو اول خور بده پس تی که کیلو یکی نیم از ریپه روز نیم کیلو بخوری هفته نیم ساعت ریپه میشه گناه نداری تو برو تو ساعت به گناه سوا بالا میشه بده بری شو تست بده بس برو با حساب داری بگه حساب من بکنه بده بد کردم. برو بده بیشه بده بعد کردم بده روز نیم کیلو مغز جوزه بخوری 200 ریپه میشه نیم کیلو پستر بخوری 700 ریپه میشه اینا کی جواب میده خونه خور مگه ببرم به سر کو با پاک کنو هنوز خجالت نمیشه پو گفتم که این نگذاریم باش پس خونه اصلا این جگاه کسی میفهمه سر قوم میشه این دیونه سرخی نکنیم چیکاره؟ خلیفه چی؟ کجی به من گفت همون خمار بخور خودش پسته و جایده حاله نمیدونم بیاده بری که کیسه و بگه بیرو شما رو حالا خب وقت نان خوردن از همه بچه ها بیرون نان میخوره شما تو چرا میری به آشپزخانه با پیش جوزه و پسته و اینا؟ کجی به من گفت برو حتما یک فساد داشتی برای دزدی رفته بودی نه من دزدیم خلیفه شکم من نمیفهمه بخور خب تو یک فساد داشتی که با آشپزخانه رفتی هم بچه ها بیرون نان میخوره چه کاره باید دیگر علاقه بشار کردی حساب از رنگ بدیم بکن کبره حساب که مرتبا کرده برو چند روز کار کرده؟ یک علی شما تا ایچی هفته 500 بشه بده 500 که بده اصلا هم 500 اینا جوز پسته خورده شما برید نه خوردم آقا جوزا به دهن بزی میگن چی میخوری میگه بهمیه با تو به سر این دوربینا از مامی اینا همه رو به کیسای خود کرده دو تا هم کسی رو بری کدوم خودی دو سیر به مغز جوزه کجی به من گفت برو غم بردار بخور کجی رو صدا کو بیه کجی رو صدا کو هم سه بیر بکن زنگ بزن که 300 بیار از خانه من 500 پسته و اینا خورده 800 خیر باشه بده 500 که بر آدم غریبه بده این به درد ما نمیخوره ما بد کردم خلیفه فایده نداره بیا بده با خدا بد کرده دیگه بریم دیگه بریم صاحب از این جگاه منو بیا حرکت بده به پیار خو سلام بگو به گناه تباه کردم خوبه بده بیری شو تو به درد پیار خو نخوردی به درد من میخوری برو خلیفه من گم بگوته کشو نمیدی کشو کنی خود بدد بابا کو که کشا کنه تو بیشینه دروغ میگه مفت بزن از مسجد کوشا رو آورده بود گفتم بغض شاید صاحبش بیای کوشای دیگر رو پوش نه نانه من بخریده بده بی برو گیلک گپ مفت نزن برو گیلک جان برو بیری شو برو تو سکر میره دیر سوزی بیاردن که این نون صبح شم خود نداره حداقل هفته 500 نون خشک از اینا کمشی مشت میزنه جوزا رو دیدم با دوربین دیدم چرا از اول به من حالا ما دوربینا اینا رو چک میکردم دیدم همه چیزا رو به کیسای خود زده این خوب شد که فکرش ما شد و یک هفته چیزی که جاز ما داشت چوب میگیره که انگار می چی نمیخورم همین فساد اگر نمیداشه همه بیرون نون میخوری رفته باش پس خونه نه بس فساد بزه سر که جیره باشه نون بخوری اونم رخصت میکنه حساب کتاب از این کتاب جواب دادن میکنه که با درد ما نمیخوره فرشتی از دروغ گشتی کجی گفته و همار بخور کما
آنی خوب شد تو سرقید ندیدم کاره کجی مرد چه کاره خوب چه کاره عدد چه خوب چرا به جنگ نباشم چی کار بشده خیلی نمک برنامه ما با خیلی همین کاری بگی لگورات تو باقی مکر چه کار کرد برق تو من رشید یک فریشیم دلیل شد که من بدر کنم تو؟ خودی رم که خودی کلگندی رو بدر کدم منم بدر کدم روی بگرفتم جوزی میکده هم میخورده پسته میخورده مغز جای میخورده سپوزی میخورده یعنی اونم رمزون بگرفت 3 لک کرد بدر کرد منم بدر کرد کی بدر کرد گیله کردم بدر آره کرد گیله کردم بدر کرد ها منم دام این نقطه که ایده پرم کجی به یاد داده عمار بخور مغزان جای بخور پستار بخور همین کاری میکنم کسی راست میگی من تو خودی کلگندی تو دروغ میگوی سرقی خلاف کنه خود تو وقت چه خودی خود میگیری ممتاز چهار فعل تو نگفتی کی گفته کسی حضور دور پیش نکنه که چی به کسی خود چی بخورک و پیش خود خود نمیخوره دل جمع باش گیلک برات تو چکمی داره وقت دول چایه او برای چی پر کنه به گپ مشتراری همین کاری بود بر بیرو که آخوان یا گفته نمیشه که چهار پس رفته اشتباه بیرو کرده بعدم میره دور نیه اون مرتکه بیرو میکنه بار خوریده فی تو چرا بیرو کرد پس خوب مرم گفته اینار با من کجیر یاد داده این گپا همار بخور من چون سپوزیار بخور حالا بیرو کرده گا بلیا گفتم من خیلی حتی شده بکن که باید بیای سعی دیگه از دید تو بره و خوب گستند بچرانی خود تو چه کار میکنی؟ من شکر خدا کار دارم از خود دل جمع باش تو برار من اخبار جرای کردم یک هفته دو روز سر تی نگه پس بیان پیش ما بشی تک هنوز من تر و مدام من رخ کنم بخونه حلالی باشه کار کنو برای حلال کجا برو کار کنو که داره و من بشه به پرکیزی خوبه بموندو هم پیلا را بجود بیده خوب بیده نمیشه کار میکرد و خرج خورم بیا برو پاک سر میشه پاک بجاره کیه سرمون بجاره کی بگیرتیم خودیات دیگه کامو دور نمونه خدایا گلوخی به کاباش ندارم که تا به شهر لسان یعنی سوری بچلی برو مداری دیل نگونار تو به دست به نفت اگه دیل دیل بردی نگو و چی خبر دارو با سلام کنم چه میفهمی شاید برفته باشه به غیر گویی نوپدی چه نوپدی مانه پیدا شدی چه کار گیله با مثل که به سرکلی هم دیگر زدیم کی؟ تو خودی کجی چی کاری که به پولی بیاده بودی کرد تو شما بیرو کده من چه به من کجین گفتن برو چیز کن برو غم وردار بخور غم و جوز و پسته و خسته غم چیه با؟ غم همون زردا غم؟ ها و چه نگی غم؟ چی؟ چه نگی غم؟ غم غم کلی گنده تو با خاک شد تو اونجا یک هفته تی نکردی تو بیرو کد آخه با من گفت چیز که به کیسه ها خود تو بخورم اونجا با کار کرده میری یا با خورده میری پیش کم خو هست هر روز من چی میفهم شکم مردم سوی میکشی وای 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 خانه با چیکار کنم با کجا تو رای کنه که درست کار کنی او به شیطانی کرده به من یاد دادن مغل من خود نمیکشیده کنم با تو یاد ده تو میری پیش خود خواهمیده کار میکنی اون کار میکنم که تو از اونجا بیری شی رمضان گفت تگولم بیرون میکنم اون که بیری که امال رو بردیدم جده کده میام کجا بیده؟ امال میتونم به جلو مخور گفتن منم بیرو کرد گیلکم بیرو کرد باشم من بیرون کرد من بزن بابا کی ساخت کرده بدی چی؟ چیز میزی پانسدی به نیفان خود کردن قایمه بده پنسیزی کده قایمه من نانه خود نانه میگو نانه بیارن هفتگی خود بیار نانه من یا برو الان جواب کیا مرم بده تو رمق زن نزنه هیچ دکتر و در تو نفهمه این چند دفعه که تو به کار ری میکنه پس میه بسرا او با من یاد داد گو بخوره نه با میگه او به من یاد داد خب تو یاد نیست تو کار میکنی میگه برو خوب تا چای این داد من چی میفهم شکم من میبینم گوشنه همون یک من که خاکی نه که تو بهمیه داشتم چشمه خوش دارم بهمیه یا برو کامل الان رخ کن جواب بابارم بده برو آن به سرت بچه برو که مادر تو که رنج شدیم رنج چی کار کنی چه سخت کنی و رنج کنی اون رو داشتاری خیلی آتو همین بچه شما کلال رمضان بدر کرده بوده با چی عقدش که میره بسر پوچال یا به رمضان میگه تکول این کار همین بچه دیگه جیر به ما یاد داده این خوبیت داره شما بگین نه رمضان نورالله جون من سیکو برارم چی بگم بچه میگویی شیار اینه که هم بخوره پسته بخوره جلغوزه بخوره تیشیزا بخوره عدنان بچه تو مفسیدی کرده همین که پار بچه من یاد داده که رمضان هم بچه من بدر کرده
حالا من چکار کنم؟ من چکار من کنم؟ چوک زد پیش همون رمضان روز کردم گفتم همین بچه که اکبر همیجی گو بیکاره به می دکون بگیرد. حالا اگر بچه شما هم خورده یا پخزه پسته خورده یا جوز خورده هرچه خورده که خورده بچه رو بره از دروغ شیطونی میکنه که میگه بچه فلانی به ما گفته این کارو بکن کجیر به ما گفته. من بچه خود پرسان کردم گفت فقط کجیر میگه پارم یاد داده. یعنی کجیر بچه من میگه پناه باشه اگر کجیر بچه من میگه پناه من پوستر میکنم با عمر خوی گه پناه زده و ناشتین مطالعه نورالله چون اکثر دلم استیه و اکثر میگی و میشنیم که بابا بچه شما کار کرد که بچه من هم بیکار کرده رو گپ موف نزن بچه تو گپ موف بزن که فقط اینجا